سلام. به یه قلقه دیگه با من خوش اومدین بچه‌ها. شنبه 3 تا گیگ دارم امشب. اولیش اینه که الان اومدم دارم انجام میدم. خیلی کاستومم امشب باحاله. همش باحاله یعنی کلا، ولی این اولیه خیلی بامزه. لمپ درسه. حالا می‌بینین الان تو ویدیو. اینجا آماده میشیم. اونم کاستوماست. الان باید روژمو بزنم. روژم باید کامل قرمز باشه. روژمو زدم. بچه این کفشم نگاه چه خوشگله. بچه خیلی باحال لباسه. بعد اونم اضافه میشه. رو سرم لامپه، یعنی چراغ داره اینجوری میاد رو بلو. خیلی بامزه است. بعد این چراغش روشن میشه. روشن اینجوری بریم دیگه بعدی. رژلمو کامل پاک کردم. خیلی قرمز بود. الان اوبر گرفتم دارم میرم دیگه دوم که فایر دنسه. یه عروسی هندیه. 7-8 دقیقه دیگه میرسیم. نزدیک بودن به هم. من رسیدم همون دیگه دوم که بهتون گفتم عروسیه. الان منتظرم که اورگانایزر بیاد منو ببره تو اتاق همون گرین روم یا برایدال سویت که اونجا بتونم آماده شم وسایلامه. اینجا هم وایسیم بهتون نشون بدم. اینجا هنوز دارن یه سری چیزا رو ستاپ میکنن. اونور غذاه. هم عروس اومدن. خب بچه اینجا قرار آماده شم. این چمدونمه. هلو. جام یه سرویسه. نایس. حالا دیگه لباسامو عوض میکنم. پراپسامو دیگه آماده میکنم. شم ساعت 11. الان 9. یعنی قشنگ تایم دارم. حالا موز کردم. برم یه چیزی بیارم بالا بخورم. اینم وسایلامه. حالا ستاپشو میکنم دیگه. الان زوده. خب من کاستوممو پوشیدم. هنوز این کفشا پامه. کفشی که قرار برای اجرا پوشم ایناست، ولی هنوز عوض نکردم چون الان میخوام گرم کنم یکم که بدنم کاملا آماده باشه. بعد عوض میکنم دم اجرا. روژم پاک شده بود. روژه رو بزنم. بعد گفتم بتونی توضیح هم بدم الان تا وقت هست. چون الان این اجرا رو که انجام بدم فایر دنسه که دوباره بازم برای عروسیه، ولی این اجرا که تموم شه اجرای سومم که قراره با هم بریم اون خیلی متفاوته از اینا. کاملا فرق میکنه. یه پارتیه، سایترانس پارتیه و اون 3 تا ست مختلف انجام میدم با دوستم آماندا. اون یعنی اون دوو شو دوتایی قراره انجام بدیم که اون دیگه فایر نیست، با پراپسای LED مونه. و گفتم الان بهتون توضیح بدم چون اونجا ممکنه خیلی شلوغ باشه و نتونم همون لحظه راجع چی بهتون توضیح بدم. الان بهتون بگم. کاستومامونم خیلی باحاله. یه حالت مثلا سایبر پانک توری داره که آماندا داره میارتشون. بعد قراره ویکس هم کلاگیس بذاریم. رنگی هم هست کلاگیسامون. خیلی باحاله دیگه. حالا میبینین، ولی گفتم قبلش یه توضیح بدم که بدونین چه جوریه. وایبش کاملا با این جاهایی که الان اجرا کردم فرق داره. قشنگ پارتیه. همه بالان. ولی خیلی باحاله دیگه. تا ساعت 3 شب طول. یعنی پارتی که تا 7 صبح هست، ولی آخرین ست ما که قراره اجرا کنیم 3 شبه. 3 صبح 3 شب. من دیگه الان روژم هم زدم. دیگه میخوام شروع کنم یکم گرم کنم و بعد کفشامو عوض کنم و پراپسامو فیول کنم و بریم به آتیش بکشیم اونجا. دیگه آمادم. کفشامو پوشیدم. پراپسام هم اینجاست. اول پالم تورچ انجام میدم. بعدش هم فن. جام فیولمه که تانیک میکسش کردم. میکس 2 تا فیول مختلفه. ریزمش این تو که بعد پراپسامو دیپ کنم. چون اینم خیلی باحاله. پودر تیتانیومه. آخر که فیول کردی پراپساتو میتونی روش یکم اینجوری بریزی، مثلا نصرت که نمک میریزه اسپارکلی میشه. اینطوری برق میزنه وقتی که داری اجرا میکنی. هورا بریم اینا رو دیپ کنیم. آماده ایم. اینا رو همه رو پک کردم. توی پلاستیک میذارم که نپره فیول روش. برو بریم. چقدر شلوغه.
الان باید سریع لباسمو عوض کنم. اومده شم اوبر بگیرم برم اجرای بعدی. اجرای بعدی دوره چون اون داونتاونه. من الان داونتاون نیستم. اجرای بعدیم 12. الان 11 و 9 دقیقه است و 35 دقیقه راهه. بعدم باید آماده شم کاستوممو عوض کنم. کل گیس بذارم. وای حالا که اینو باز کنه. خب من همه چیمو دیگه جمع کردم. اوبر الان میرسه. وای این ببین 100 کیلوه، یعنی بعد از این همه پله ببرمش پایین. بچه‌ها ما رسیدیم. این کاستومیه که قرار باش اجرا کنیم خیلی خوشگله. اینجا هم بک استیج داریم آماده میشیم. آنیتا رو که میشناسیم دیگه. بریم آماده بریم. آره برو بریم. آره let's go baby look at my girl. بچه‌ها اینا هم پراپسایی که باید بر ست اول استفاده کنیم. لیزر گلام. Yay, that's amazing. Yeah, so many art here. چقدر آرت داره. Everywhere. We're ready. Yay, hydration, let's go.